طوری که در پیام‌های ارسالی در فضای مجازی اطلاع رسانی شد، برای تکمیل ثبت نام در سامانه بافر ابتدا باید وارد سامانه buffer.iiu.ir بشیم و این صفحه برای ما باز میشه. گزینه ورود رو میزنیم. اگر از قبل ثبت نام کرده باشیم، خب شماره دانشجویی و رمز عبور رو وارد میکنیم و وارد به پنل دانشجویی خودمون رو داریم. در غیر این صورت گزینه ثبت نام رو میزنیم و این صفحه برای ما فعال میشه. برای ثبت نام در پنل دانشجویی، بعد از اینکه شماره دانشجویی و کد ملی رو وارد میکنید، یک کد به ایمیل شما ارسال میشه. قبل از اینکه بخواید شماره دانشجویی و کد ملی رو وارد کنید، ابتدا باید ایمیل خودتون رو فعال کنید. برای فعال کردن ایمیل روی کلمه لینک میزنیم و وارد صفحه بعد میشیم. این صفحه برای شما نمایش داده میشه. آدرس ایمیل رو اینجا داریم، رمز و عبور رو داریم. چون ما از قبل وارد این سایت نشدیم، بنابراین رمز و عبور خودمون رو نداریم. آدرس ایمیل ما کد ملی دانشجو @iiu.ir. فراموشی رمز رو میزنیم، این صفحه باز میشه. نام کاربری رو میزنیم، کد امنیتی رو وارد میکنیم، وارد مرحله بعدی میشیم و یک رمز برای خودمون میسازیم و ایمیل خودمون رو فعال میکنیم. بعد از اینکه ایمیل خودمون رو فعال کردیم، در این قسمت شماره دانشجویی و کد ملی رو وارد میکنیم. شماره دانشجویی، کد ملی و کد امنیتی رو وارد میکنیم، وارد مرحله بعد میشیم. همونطوری که ملاحظه میکنید، یک کد تایید برای ایمیل ما ارسال شده و ما باید به ایمیل خودمون مراجعه کنیم و اون کد رو اینجا بارگذاری کنیم. به ایمیلمون مراجعه میکنیم و قسمت صندوق دریافت مراجعه میکنیم و آخرین پیام دریافتی رو باز میکنیم و این رمز رو کپی میکنیم. رمزی رو که در ایمیل خودمون کپی کردیم در مرحله دوم بارگذاری میکنیم و وارد مرحله بعدی میشیم که پیامکیه که به شماره دانشجو ارسال میشه. کد ارسال شده رو اینجا بارگذاری میکنیم و وارد مرحله نهایی میشیم. در این قسمت که مرحله نهایی، باید یک رمزی رو برای ورود به پنل دانشجوی خودمون انتخاب کنیم. بعد از اینکه رمز رو ساختیم، ثبت نهایی رو میزنیم و در این قسمت ما وارد سامانه بافر شدیم، یعنی ثبت نام ما در این سامانه انجام شده. بعد از اینکه در این سامانه ثبت نام رو انجام دادیم، به اون خطچین‌های سمت راست مراجعه می‌کنیم و پایش سلامت رو انتخاب می‌کنیم. در این قسمت روی پایش سلامت می‌زنیم و سوالات قابل رؤیت هستند. به تک تک سوالات با دقت پاسخ داده و در آخر کد امنیتی رو وارد می‌کنیم و با پیغام اینکه ثبت نام شما با موفقیت انجام شد مواجه میشید. آرزوی موفقیت و سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان دارم. خدا نگهدارشون.